درود دوستان عزیز، امیدوارم که حالتون خوب باشه. با یه آموزش دیگه در مورد داوینچی ریزالو در خدمتتون هستم. میخوام بهتون آموزش بدم که چجوری یک تصویر ثابت یا یک ویدیو رو روی یک سطح صاف مونتاژ کنید. خب بدون معطلی میریم توی داوینچی. خب همونطور که میبینین من اینجا یک ویدیو دارم و میخوام روی این قسمت دیوار یه طرح مونتاژ کنم. روی فایل رایت کلیک میکنم، اوپن این فیوژن پیج رو میزنم، توی فیوژن شیفت و اسپیس رو میزنم، پلنار ترکر رو سرچ میکنم، اد میکنم. نادش اینجا اضافه شد. خب وقتی که پلنار ترکر انتخاب هست، اون قسمت از سطح رو که میخوام ترکینگم رو روش انجام بدم رو انتخاب میکنم. گوشه‌هامو سعی میکنم که تنظیماتمو خوب انجام بدم. خب توی این قسمت نوع ترکر رو روی هیبرید پوینت ایریا میذارم و دیگه چیز دیگه ای نداریم. فقط ببینید الان توی تایملاین من در ابتدا یا انتها نیستم، من این اواسط در واقع کلیپم هستم. دکمه ست رو میزنم، ببینید ریفرنس تایمش روی 0 هست. ست رو که بزنم ریفرنس تایم رو در واقع میذاره روی همین فریمی که قرار داریم. اگر احیانا من بخوام برگردم به این فریم و اشتباهاً جای دیگه ای باشم، کافیه دکمه گو رو بزنم تا برگردیم روی همین فریم. خب این دکمه رو میزنم تا ترکینگ رو به در واقع انتهای کلیپ انجام بشه. خب ترکینگ تا انتهای کلیپ انجام شد. مجددا دکمه گو رو میزنم تا برگردیم به همون فریم. این یکی دکمه رو میزنم که ترکینگ رو به ابتدای کلیپ انجام بشه. خب میبینید که به خوبی ترکینگ رو انجام داده و تونسته سطح ما رو تشخیص بده. خب کار بعدی که میام انجام میدم اینه که اون طرحی رو که میخوام روی دیوار مونتاژ بشه، به عنوان مثال لوگوی توکا رو میارم این قسمت تا به صورت یک ناد اضافه بشه. خروجیش رو به ورودی پلنار ترکر وصل میکنم. توی پلنار ترکر اپریشن مود رو تنظیم میکنم روی کورنر پین. خب میبینید که طرح ما داخل کورنر پین داره دیده میشه. تنظیماتم رو انجام میدم. اون قسمتی که میخوام طرحم بیفته رو انتخاب میکنم. سعی میکنم که پرسپکتیو طرحم درست در بیاد. اگه نیاز باشه زوم کنم، با نگه داشتن دکمه کنترل و چرخوندن چرخ ماوس میتونم زوم کنم و با نگه داشتن کلید وسط ماوس میتونم روی صفحه حرکت کنم. خب فکر میکنم که بد نیست و الان اوکی هستیم. الان اگر من دکمه پلی رو بزنم، میبینید که طرح ما کاملا روی سطح دیوار مچ شده و کاملا اوکی هست، ولی خیلی طبیعی به نظر نمیرسه. برای اینکه ما بیایم این رو طبیعی تر در واقع تنظیماتش رو انجام بدیم، بذارید برم یه جایی که لوگو از نزدیکتر دیده بشه. روی همون ناد پلنار ترکر یک کلیک میکنیم، روی کورنر پین کلیک میکنیم و این قسمت اپلای مود رو به عنوان مثال من میارم تنظیمش میکنم روی اوورلی. میبینیم که خط رو لحاظ کرده، تاریکی و روشنایی جاهای مختلف تصویر روش اعمال شده. ترجیح میدم که به این در واقع وضوح نباشه، یه کمی
از طریق گین میتونم اوپاسیتی این رو کم و زیاد کنم. یه کمی اوپاسیتی رو کمتر میکنم که طبیعی تر به نظر برسه. خب الان پلی میکنم، ببینیم که خیلی طبیعی تر روی سطح اعمال شده. خب ببینید بچه ها، ما نه تنها میتونیم از این تکنیک برای اضافه کردن در واقع لوگو یا تصاویر ثابت استفاده کنیم، حتی میتونیم از ویدیو هم استفاده کنیم و برای داوینچی هیچ فرقی نمیکنه اون کاری که ما داریم انجام میدیم، در واقع اون لایه‌ای رو که داریم اعمال میکنیم، اون طرحی رو که داریم میذاریم تکست هست، ویدیو هست یا در واقع عکس هستش. خب برای این کار من میتونم این در واقع لوگو رو دیلیتش کنم و بیام به عنوان مثال از این ویدیو استفاده کنم. خروجی ویدیو رو وصل میکنیم. خب میبینیم که ویدیو یه مقداری مربعی شده، به خاطر تنظیمات اون کورنر پین ما هست. تنظیمات کورنر پین رو مجددا انجام میدم تا کادر تصویرم رو درست کنم. خب دوست من، اگر این ویدیو رو دوست داری حتما لایکش کن و اگر کانال رو هنوز سابسکرایب نکردی دکمه سابسکرایب رو بزن که از اومدن ویدیوهای جدید مطلع بشی. خب یه جای دیگه کلیک میکنم که اون فریم اطرافش هم برداشته بشه. ببینید این الان ویدیو هستش. پلی میکنم، شبیه ویدیویی شد که مثل اینکه مثلا داره با یه ویدیو پروجکشن روی سطح دیوار پخش میشه. اگر دقت کنید سایه‌ای که روی دیوار هست هم روی در واقع ویدیوی ما افتاده و این دلیلش همون تنظیماتیه که توی کورنر پین 1 ما انجام دادیم. خب امیدوارم که از این آموزش لذت برده باشین و به دردتون بخوره داخل کارها. موفق و پیروز باشین. میزنی؟ به عنوان یکی از این چند صد نفری که اینجا هستن خیلی صحبت میکنی، بقیه ساکتن همه. کسی نیست که حرف بزنه. سلام بچه ها، فکر میکنم